سلام، خیلی خوش اومدیم به دومین ویدیوی چنل من. امروز با هم یه ویدیوی خیلی اصل داریم. موضوع خیلی قشنگی که فکر می‌کنم خیلی همون دوست داشته باشیم، اینکه چجوری رو بقیه تاثیرگذاری داشته باشیم، محبوب‌تر به نظر برسیم و با اعتماد به نفس باشیم. البته ممکنه خیلیاتون بدونیم که چطوری باید رو بقیه ترفند بزنیم که عاشقتون بشن، اما به هر حال اگه دوست دارین ببینید من چی میگم، من چجوری تعریفش میکنم، منو بشنوین و تا آخر ویدیو کنار من بمونید. اول راه حل چیه؟ همه میدونن که تماس چشمی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی به کرسی نشوندن حرفتون، روی اینکه احساستون رو به طرف بفهمونین، روی اینکه روش تاثیرگذاری داشته باشه. خیلی، ولی واسه خیلیامون سخته. حالا چیکار کنیم بتونیم راحت باش کنار بیایم؟ اینکه مستقیم توی تخم چشم طرف زل بزنیم. چیکار کنیم؟ بچه بیا به جزئیات توجه کنیم. مثلا ببینیم رنگ چشمش چجوریه، چه رگایی داره، موجش پرپشته یا نه، حالت پلکش چجوریه. شما حتی اگه بخواید به جزئیات و اطراف پلکای چشمش و چشمش توجه کنین، جوری به نظر میرسه که انگار همون مستقیما دارین به مردمک چشمش نگاه میکنین. البته یادتون نره، در گوشی بهتون میگم حتما حد و نگه داریم، چون ممکنه یه صمیمیت شدید توی یه تایم کم به شما بده. پس حواستون باشه که به کی دارین زیادی نگاه میکنین. زیادی هم که میگم باز یه تایم به خصوصی داره. اگه شما بخواین مدام خیره یکی رو نگاه کنین، طرف ممکنه میشه خودش بگه what the مثلا چرا اینجوری نگاه میکنه، شاید فکر کنه که شما یه آدم خیلی خطرناکین یا مثلا بی‌حیایین. بستگی داره به فرهنگ طرف، به نظر آدما. ولی پس یکی اینکه اگر هم خیلی بخواین نگاهتون رو از اون ور بوم بیافتین بدزدین، اینو میرسونه که شما یه آدم خجالتی هستین، یا از اون بدتر یه آدم پنهانکار که حتما دارین یه چیز رو پنهان میکنین که نمیخواین توی چشم طرف خوب نگاه کنین. انقدر خواستم تون حرفامو بزنم که گرم خوش شد. پس اینا یکی از راهکارهایی بود که ما بتونیم توی چشم طرف درست و حسابی و با تمام نفس و با قدرت خوب نگاه کنیم، نترسیم. البته هم میگم بعضی وقتا ممکنه یه سری مسائل ناموسی پیش بیاد. دومین راه حل چیه که ما بخوایم تاثیرگذار باشیم؟ این که بخواین از اسم افراد زیاد تو مکالماتتون استفاده کنین. مثلا شما الان دارین با یکی صحبت میکنین، دوست دارین بیشتر تو ذهنش نقش ببندین، یا احساس اینو بهش بدین که با هم صمیمیتر باشین، از اسمش زیاد استفاده کنین. آدما وقتی اسم همدیگر رو اسم خودشون رو از دهن کسی دیگه میشنون، احساس مهم بودن بهشون دست میده، یا اینکه تو ذهن این آدم خوب نقش میبندن. پس از اسم هم میتونین زیاد استفاده کنین. مسئله بعدی اینه که ما میتونیم اگه از کسی کمکی میخوایم، خودمون رو باهاش توی یه موقعیت قرار بدیم. توی روانشناسی میگن حتی مهمه که شما کجا بشینین، تو چه موقعیتی، تو چه زاویه‌ای با طرف قرار بگیرین. اگر شما مثلا روبروی همین، ناخودآگاه این تصویر رو ایجاد میکنه که شما مقابل همین، انگار که با هم یه کلکلی داریم. اینا ناخودآگاهه، تاثیرات خیلی ریزی روی طرف میذاره. ممکنه هیچ وقت خودش متوجه نشه، اما به هر حال توی یه مدتی خودش رو نشون میده، رو احساسات طرف تاثیر میذاره. پس کنارش باشین، روبروش قرار نگیرین، یا اگه از کسی کمک میخواین یا باهاش هم نظرین، تو مذاکراتتون توی یه جبهه باشین با طرف که احساس کنه که شما هم کنارشین، نه روبروش. اگر شما یه وقتی از یکی یه کمکی میخواین یا با یه کسی میخواین صمیمیتی داشته باشین و اعتمادش رو به دست بیارین، ازش درخواست کمک کنین. اینجوری باعث میشه به همدیگه نزدیکتر بشین و بعداً تو ذهن همدیگه پررنگتر بمونین. چرا؟ چون آدما، مخصوصا مردا، دوست دارن که برای دیگران یا پارتنرشون یا کسی که کراششونه یه خوبی داشته باشن، یه کمکی بهش رسونده باشن. اینکه حس کنیم یه کاری رو تونستیم برای کسی انجام بدیم قطعا خوشحال کننده است برای همه، درسته؟ پس شما یه چیز ریزی که
تو ذهن بمونه و طرفم خوشحال کنه، به صورت ناخودآگاه روشی تأثیری داشته باشه که خودش هم نفهمه چی شد یهو مثلا عاشقمون شد. حتما ازش یه کمک ریزی بخواین دیگه. مثلا فکر کنین شما روی یه میز دارین شام میخورین و با هم یه دیتی دارین، از طرف یه کمکی بخواین. مثلا چی؟ نمکتون. میتونی گیلاس منو برای من پر کنی، یا مثلا میشه لطفا نمکتون رو به من بدی. اینطوری باعث میشه که طرف به صورت ناخودآگاه احساس کنه براتون کاری کرده و خوشحال باشه. بعدی چی؟ این که اگه شما توی جمعی وارد میشین و میخواین بدونین بقیه رو شما چه نظری دارن، خوشحال شدن، ناراحت شدن، دوست دارن شما بیاین تو جمعشون، دوست ندارین، مثلا تو اکیپ دوستاتون، بچه به زبان بدن و بادی لنگویج طرف دقت کنین. وقتی که شما وارد جمع شدین و صحبت کردین، تا چه صحبتتون پذیرفته شده است، بادی لنگویجشون میتونه اینو به شما لو بده. مثلا اگر به این سمت دارن با هم صحبت میکنن و شما یهو وارد میشین اینطوری نگاهتون میکنن، فقط سرشون رو به سمت شما میچرخونن، قطعا یعنی این که زیاد فعلا با شما راحت نیستن و نمیخوان که تو جمعشون قرار داشته باشین. ولی اگه کل بدنشو یا مخصوصا پاهاشو به سمت شما برگردونه، این یعنی که به شما توجه داره، دوست داره که شما هم وارد بشین و به شما دارن گوش میدن با علاقه. یه دونه راهکار دیگه ای که من فکر میکنم برای این ویدیو هم دیگه کافی باشه، آخریشو بگیم آخری باشه، این که خیلی وقتا توی جمع ممکنه یه سنگینی رو حس کنین، سنگینی نگاه، ولی هر چقدر اطرافتون رو نگاه میکنین میبینین که کسی به شما نگاه نمیکنه. دیدین بعضی از آدما فاز اینو دارن که ما مغروریم، ما مثلا به شما نگاه نکردیم، مثلا تو رو نمیبینم که به تو توجه میکنه. بچه دقیقا همون آدما که بیشترین ایگنور رو دارن بیشتر از همه به شما توجه میکنن، فقط اعتماد به نفس اینو ندارن که به شما نشونش بدن، میدونی؟ چون شاید ته دلشون میدونن که شما بهترین، یا ممکنه قبولشون نکنین، یا نمیدونن دقیقا چی پیش خودشون فکر میکنن، اما به هر حال میخوان که، یا حتی شاید از احساس شما مطمئن نیستن و از ترد شدن میترسن، از پس داده شدن، پس به هر حال به روی خودشون نمیارن که دارن شما رو نگاه میکنن و دید میزنن. شما تو اینجور مواقع میتونین یه کاری بکنین. میدونیم که خمیازه مصریه، خمیازه بکشین و بعد اطرافتون نگاه کنین ببینین کی بعد شما خمیازه کشید. مطمئن باشین همون زیر نظرتون داشته و داشته شما رو نگاه میکرده. آره دیگه، اینم از این ویدیو بود بچه ها. لطفاً چنل رو حمایت کنین، حتما لایکش کنین، نظراتتون رو برام کامنت کنین. و تازه روایت داریم که خوشگلا لایک میکنن. حالا لایک نکن، کی ضرر میکنه، من یا تو؟ مرسی.